حافظ را بشناسیم آثار و جهان شعری حافظ وقتی نام حافظ را میشنویم پیش از هر چیز به غزلهای او فکر میکنیم و این کاملا طبیعی است، زیرا تقریبا تمام شهرت ادبی حافظ بر غزلهای او استوار است. مهمترین اثر باقی مانده از حافظ دیوان حافظ است. این دیوان مجموعه ای از غزلها و تعدادی قصیده، قطعه، مثنوی، روبایی و ساقی نامه را در بر میگیرد. دیوان حافظ در بخش‌های غزلیات، قطعات، روباییات، قصاید، مثنوی و ساقی نامه است. با این حال برای شناخت حافظ باید بدانیم که غزل قلب شعر اوست. حافظ تقریباً به طور انحصاری با غزل‌هایش شناخته می‌شود و آثار او در قالب‌های دیگر در مقایسه با غزل‌ها اهمیت بسیار کمتری در حافظه عمومی دارند. غزل حافظ معمولاً کوتاه است و ابیات آن از نظر او عشق در کنار حکمت، اخلاق، عرفان، نقد ریا، ناپایداری دنیا، سرنوشت انسان و ارزش لحظه زندگی قرار می‌گیرد. همین ترکیب است که شعر حافظ را برای نسل‌های مختلف قابل فهم و قابل بازخوانی کرده است. یکی از ویژگی‌های مهم حافظ استفاده از زبان چند دلایی و نمادین است. واژه‌هایی مانند میخانه، ساقی، پیر مغان، رند، خرابات، زاهد و صوفی در بسیاری از موارد تنها معنای ظاهری ندارند و میتوانند لایه‌های عرفانی، اجتماعی، اخلاقی یا انتقادی پیدا کنند. از طرف دیگر حافظ در استفاده از زبان فارسی مهارت بسیار بالایی دارد. موسیقی کلام، انتخاب دقیق واژه‌ها، ایهام، تناسب تشبیه، استعاره و ترکیب‌های تازه باعث شده بسیاری از ابیات او حتی جدا از کل غزل نیز در ذهن مردم باقی بمانند. از نظر تعداد آثار نیز باید با احتیاط صحبت کرد. تعداد غزل‌های حافظ در نسخه‌ها و تصحیح‌های مختلف یکسان نیست. در تصحیح‌های معتبر تعداد غزل‌هایی که عموماً اصیل شناخته می‌شوند کمتر از 500 غزل است. برای نمونه 495 غزل در تصحیح قزوینی و غنی، 486 غزل در چاپ دوم تصحیح خانلری و 484 غزل در تصحیح سایه. این اختلاف نشان می‌دهد که بهتر است هنگام اشاره به تعداد غزل‌های حافظ یک عدد قطعی و مطلق ارائه نکنیم، بلکه بگوییم حدود 500 غزل معتبر و پذیرفته شده در تصحیح‌های مختلف. چرا حافظ در جهان نیز شناخته شده است؟ تأثیر حافظ محدود به ایران نمانده است. شعر او به زبان‌های مختلف ترجمه شده و در ادبیات جهان نیز اثر گذاشته است. یکی از مشهورترین نمونه‌ها تأثیر حافظ بر یوهان ولفگانگ، گوته، شاعر بزرگ آلمانی است. گوته دیوان شرقی خود را با الهام از حافظ تدوین کرد. شعر او هم برای مخاطب ایرانی آشناست و هم قابلیت معرفی به مخاطب جهانی را دارد. مهمترین ویژگی جهان شعری حافظ، اگر بخواهیم جهان شعری حافظ را در چند واژه خلاصه کنیم: عشق، آزادی، حقیقت، رندی، عرفان، نقد ریا، ناپایداری دنیا، امید به زندگی، و این دقیقاً همان جایی است که می توانیم قالب ویژه را اجرا کنیم. شعر معنی پیام درس زندگی یعنی فقط نپرسیم حافظ چه گفته است، بلکه بپرسیم حافظ با این شعر امروز چه چیزی به ما می آموزد.